میدونی خفن ترین مال تهران کجاست؟ میدونی لاکچری ترین مال تهران کجاست؟ میدونی مال تهران کجاست؟ اما نمیدونی کوچکترین مال تهران کجاست. امروز تو این ویدیوی لاگین در تهران میخوام ببرمتون کوچکترین مال تهران یا مرکز خرید تهران رو بهتون نشون بدم. بازارچای شاپور. برای رسیدن به بازارچای شاپور یا میتونید از خیابون کریم خان تقاطع حافظ سوار بشید به سمت جنوب یا با ماشین خودتون حرکت کنید به سمت جنوب خیابون حافظ که بعد از چهارراه حسن آباد میشه خیابون وحدت اسلامی، یا مثل من از مترو استفاده کنید، خودتون رو برسونید به مترو حسن آباد، از اونجا بیایید بیرون. یه چند قدم که بیایید پایین سواریهای زیادی وجود دارن که شما رو میتونن ببرن تا میدون شاپور، اما من تصمیم گرفتم این مسیر رو امروز پیاده برم و توی مسیر هم یه توضیحاتی به شما بدم. اگر مثل من این مسیر رو با مترو بیایید و بخواید پیاده برسید به بازارچه شاپور و محلهای اطراف اون، خیلی چیز جذابی سر راه نمیبینید تا برسید به چهارراه ابوسعید. چهارراه ابوسعید که سمت شرقش میره به سمت بازار بزرگ تهران و سمت راستش هم به سمت میدون منیریه میره. اما بعد از چهارراه ابوسعید برای کسایی که علاقه‌مند به شکم و خوردنی و غذا هستن اتفاقات جذابی در راست. اینجا پر از معجون فروشی شده، اما تمامش من تصورم اینه که به خاطر وجود یکی از معروف ترین معجون فروشی های تهران مثل معجون علی باباست و در کنارش رستوران ها و جیگرکی های زیادی احداث شد. اصلا یکی از پاتوق های جیگرخوری تو تهران شده الان اینجا. توی این راسته بعد از خیابون ابوسعید به سمت میدون شاپور فقط 3 تا چیز میبینید: جیگر فروشی، جیگر و کباب، آش، انواع آش و معجون فروشی. من داشتم توضیح میدادم ویدیو رو، فراموش کردم، دیدم معجون علی بابا رو ندیدم. یه لحظه شک کردم، گفتم نکنه یکی از این مغازه هاست که آقا این ساختمونه که ساخته شده. اما جلوتر که رفتم دیدم اصلا کلا دکورش عوض شده. معجون علی بابا همچنان سر جای خودش هست. یه زمانی سقف اینجا پر از زرده تخم مرغ کاملا بازسازی شده این چند سال و اولین باری که من معجون علی بابا رو به این شکل می‌بینم. واضحه که دیگه هیچ خبری از اون سحال قدیمیش و معروفیتش نیست، چون یکی از جذابیت‌های علی بابا اون عملیات ژانگولری بود که با درست کردن معجون در حین درست کردن معجون انجام می‌داد. فقط به یک آب طالبی اکتفا کردن. ببینید ماجرای راجع به معجون فروشی اینجاست. من نمیدونم از علی بابا میاد یا نه. علی بابا بود، بعد شد بابا علی، بعد حیدر بابا، بعد بابا حیدر. یه بابایی باید توی این معجون فروشی باشه حتما انگار. ولی ما رسیدیم به میدان شاپور تهران. گاز نده. مسیر ما به سمت بازارچه قدیمی شاپور ادامه پیدا خواهد کرد. این بازارچه شاپور یکی از قدیمی ترین بازارهای تهرانه که یکی از معابر اصلی دسترسی مردم این منطقه به بازار بزرگ تهران. از همینجا، از همین ورودی بازارچه شاپور تا بازار بزرگ تهران فقط 20 دقیقه پیاده روی راهه. این بازارچه هنوز بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده
جزء آثار ملی هم به ثبت رسیده و فقط بازار نیستش، یه جورایی محل زندگیه، یعنی با بافت مسکونی و تجاری هر دو کنار هم دیگه به زندگی مسالمت آمیزشون ادامه میدن و یکی از جاهاییه که اونقدری که باید بهش رسیدگی نشده، اما یه ویژگی اساسی که این بازارچه داره اینه که یه چارسوق چوبی داره که از موقع افتتاحش، از موقع شکل‌گیریش همچنان هست. این بازارچه اول به اسم بازارچه قوام الدوله معروف بود، کسی که این بازارچه رو ساخت. بعد به بازارچه شاپور تغییر نام پیدا کرد و بعد شد بازارچه ترخانی به نام شهید حاج تقی ترخانی. این از بازارچه شاپور تهران. اما اگر فکر کردید که منظورم از کوچکترین مال تهران بازارچه شاپور تهران، اشتباه میکنید. هنوز مونده دارم برسم به کوچکترین مال تهران. از بازارچه شاپور تهران که خارج میشین، خیابون وحدت اسلامی رو به سمت جنوب باید ادامه بدیم. من ماشین نزنه منو. خب به سلامت عبور کردم. بازارچه شاپور به سمت جنوب که میاید، سمت راست شما کوچه‌های مختلف وجود داره. کوچه‌هایی که بن‌بست نیستش. اون کوچه‌ای که بن‌بست نیست رو میتونید برید داخل و حتما به یکی از این مالا برمیخورید. یکیشو به شما نشون میدم ببینید. خب همونجوری که گفتم یکی از این کوچه ها رو میریم. حالا من هرچی که اومدم بن‌بست تا الان، این کوچه‌ای که الان پل آبر پیاده می‌بینید، اینو من سمت راست میخوام برم. اینو میدونم که بازه انتهاش، امیدوارم که نبسته باشن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سمت چپ باید میپیچیدیم اینجا و سمت راست. این طاقی که جلوی من میبینید چهار سوق یا چهار سو معروفه. مدل این معماری رو در تهران قدیم ما خیلی میبینیم. اساساً مرکز خرید تهران قدیم یه همچین چهار سوق‌هایی بوده که در چهار طرفش تمام نیازهای مردم در واقع میتونسته برآورده بشه. حالا الان به تغییر کرده، ولی معمولاً اینجا یک سبزی فروشی، یک سوپرمارکت، لبنیاتی، حالا هر چی که بهش میگیم، و در واقع یه جایی که برای تامین مواد غذایی و مایحتاج اولیه مردم بوده استفاده میشده. مکان‌های اینجوری چهار سوق‌های چوبی یکی از قدیمی‌ترین چهار سوق‌های چوبی شهر تهرانی که به همین شکل حفظ شده و خب الان کاربریش یه خورده متفاوت شده و از که میبینید املاکی هست، موبایل فروشی هست و سوپرمارکت. از این چهار سوق‌ها تو سطح شهر تهران تو مناطق قدیمیش، خصوصا مناطق مرکزی و جنوبی، به وفور میتونید ببینید. اینجا کوچکترین مال شهر تهرانه. اینجا نه، جاهایی مثل این که یک زمانی که مال به این شکلی که الان وجود داره وجود نداشت، اینجا اون مرکز خریدی بود که مردم مایحتاج اولیه‌شون رو تامین میکردن و ضمن اینکه غالبا هم یه سقاخونه داخل این چهار سوق‌ها قرار داشت. خب رسیدیم به کوچکترین مال شهر تهران و ویدیوی امروز لاگین هم با این مال، با این فضای قدیمی وسط شهر تهران قدیم به پایان میرسه. مراقب خودتون باشید. ممنون که با لاگین همراه بودید. تا ویدیوی بعدی لاگین
همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.